ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که پر از آدم است. می‌توانی در خیابان شلوغ شهر قدم بزنی، در یک کافه پرجمعیت بنشینی یا در شبکه‌های اجتماعی که هزاران دوست داری بچرخی، اما حس عمیقی از تنهایی مثل یک پتوی سنگین تو را فرا می‌گیرد. این یک پارادوکس عجیب در زمان ماست. ما بیش از هر زمان دیگری در تاریخ راه‌های ارتباطی داریم، از طریق تلفن‌ها و صفحه‌های نمایش که دنیایی را در دسترس ما قرار می‌دهند. اما این ارتباطات اغلب نازکند، مثل یک نخ تنها در جایی که به یک طناب محکم نیاز است. ما لحظات شاد و گلچین شده زندگی دیگران را می‌بینیم، اما به ندرت مبارزات آرام و ناگفته‌ای را که ما را انسان می‌کند به اشتراک می‌گذاریم. این یک فاصله خاموش ایجاد می‌کند، حسی که ما تنها کسانی هستیم که احساس گمشدگی می‌کنیم، حتی وقتی محاصره شده ایم. مشکل کمبود آدم‌ها نیست، مشکل کمبود حضور واقعی است. ما از نظر فیزیکی نزدیک یکدیگر هستیم، اما از نظر ذهنی کیلومترها دوریم. ذهنمان مشغول نگرانی‌ها، لیست کارهای انجام دادنی و زمزمه مداوم حواس پرتی‌های دیجیتال است. فراموش کرده ایم که چگونه به سادگی با یکدیگر باشیم، بدون برنامه‌ریزی برای پاسخمان گوش دهیم، توجه کامل خود را به عنوان یک هدیه ارائه دهیم. در عوض ما تکه‌های از خودمان را ارائه می‌دهیم، یک پیام متنی سریع یا یک لایک کوتاه روی یک اکس. این خردریزهای دیجیتال را با ارتباط واقعی اشتباه می‌گیریم و بعد تعجب می‌کنیم که چرا اینقدر احساس پوچی می‌کنیم. ما مثل کشتی‌هایی هستیم که در شب از کنار هم می‌گذرند، با چراغ‌های کم نور علامت می‌دهند، اما هرگز واقعاً برای به اشتراک گذاشتن گرمای کابین توقف نمی‌کنند. این تنهایی مدرن یک درد خاموش است. حسی است که وقتی خبر هیجان انگیزی داری اما کسی را نداری که واقعاً شادیات را با او تقسیم کنی. سکوت سنگین در یک آپارتمان بعد از یک روز کاری طولانی است. حسی است که اگر ناپدید شوی ممکن است مدتی طول بکشد تا کسی متوجه شود. ما جامعه‌ای ساخته ایم که استقلال و خودکفایی را آنقدر ارزشمند می‌دانند که گاهی اوقات اساسی ترین نیازمان را فراموش می‌کنیم. نیاز به تعلق داشتن. به ما یاد دادند که خودمان قوی باشیم، مشکلاتمان را بی صدا حل کنیم، اما این قدرت می‌تواند به یک قفس تبدیل شود. ما را از همان افرادی که می‌توانستند به ما آرامش و درک بدهند جدا می‌کند. این احساس تنهایی یک شکست شخصی نیست، این نشانه‌ای از دنیایی است که ما ساخته ایم. ما از یک کار به کار دیگر میشتابیم، بهره‌وری را بر حضور اولویت می‌دهیم. در مدیریت برنامه‌هایمان متخصص شده ایم، اما در مدیریت قلب‌هایمان آماتور. بیشتر به گوشی‌هایمان نگاه می‌کنیم تا به چشمان یکدیگر و این گونه در زندگی راه می‌رویم و احساس می‌کنیم که ارواحی در داستان‌های خودمان هستیم، نادیده و ناشنیده، حتی وقتی در درونمان فریاد می‌زنیم. اولین قدم برای پیدا کردن راه بازگشت اعتراف به گمشدگیمان است و تشخیص اینکه این احساس انزوا یک تجربه مشترک انسانی است، یک اپیدمی خاموش در دنیای بسیار پر سر و صدا. درون هر یک از ما نیروهای قدرتمندی در کارند. اینها عمیق‌ترین خواسته‌های ما، ابتدایی‌ترین گرسنگی‌های ما هستند. آنها فقط خواسته‌های ساده‌ای نیستند، مثل هوس یک غذای خاص. آنها جریان‌های قدرتمند، احساس و غریزه هستند که می‌توانند افکار ما را شکل دهند و اعمال ما را هدایت کنند، اغلب بدون اجازه آگاهانه ما. این احساسات را در نظر بگیرید، مانند کشش قدرتمند جاذبه، نیاز عمیق به محبت یا نیروی خام میل فیزیکی به عنوان یک رودخانه بزرگ که از درون ما جاری است. وقتی رودخانه آرام است، ما را تغذیه می کند و به ما زندگی می بخشد. اما وقتی طغیان می کند، می تواند ذهن منطقی ما را تحت الشعاع قرار دهد و ما را به انتخاب‌هایی سوق دهد که شاید در غیر این صورت انجام نمی دادیم. این احساسات قوی می توانند گیج کننده باشند. آنها زبانی بدون کلمات صحبت می کنند، زبانی از بدن و قلب.
در لحظات آرام روز آنها به ما زمزمه می‌کنند و مسیرهایی را پیشنهاد می‌دهند که ممکن است برای یافتن رضایت یا تسکین طی کنیم. وقتی احساس تنهایی می‌کنیم، این خواسته‌ها می‌توانند بسیار بلندتر شوند و راه‌حل‌های سریعی برای درد عاطفی ما وعده دهند. گرسنگی برای ارتباط را می‌توان به راحتی با شهوت صرفاً فیزیکی اشتباه گرفت و ممکن است یکی را دنبال کنیم به این امید که دیگری را ارضا کند. ذهن ما که توسط این احساسات قدرتمند تیره شده است، می‌تواند ما را متقاعد کند که یک لحظه نزدیکی فیزیکی شدید فضای عمیق و خالی درون ما را پر خواهد کرد، حتی اگر آن نزدیکی گذرا و بدون صمیمیت واقعی باشد. اینجاست که اغلب دچار مشکل می‌شویم. ما اجازه می‌دهیم گرسنگی رانندگی کند. افکار منطقی و اهداف بلند مدت ما به صندلی عقب رانده می‌شوند. در اوج لحظه، میل به ارزای فوری می‌تواند مهمتر از هر چیز دیگری به نظر برسد. می‌تواند باعث شود ارزش‌هایمان، وعده‌هایمان به خودمان یا پیامدهای احتمالی اعمالمان را فراموش کنیم. ممکن است فردی یک رابطه پایدار را برای یک لحظه گذرا از شور و هیجان به خطر بندازد یا به دنبال برخوردهای پوچ برای بی‌حس کردن درد تنهایی باشد، فقط برای اینکه بعداً حتی احساس انزوای بیشتری کند. این خواسته ها ذاتاً بد نیستند. آنها بخشی طبیعی از انسان بودن هستند، اما وقتی درک یا مدیریت نشوند، می توانند ما را به مسیرهای دشواری سوق دهند. چالش این است که یاد بگیریم به این زمزمه ها گوش دهیم بدون اینکه اجازه دهیم فریاد بزنند. این مستلزم آن است که مکستو کنیم و از خود بپرسیم در حال حاضر واقعاً به چه چیزی نیاز دارم؟ آیا فقط کرهای فیزیکی است یا یک نیاز عمیق‌تر بهگرم پذیرش و ارتباط انسانی واقعی؟ اغلب موجق در تمند شهوت نقابی برای یک میل بسیار ساده تر و آسیب پذیرتر است. میل به دیده شدن، در آغوش گرفته شدن و شنیدن آن جمله که در این دنیا تنها نیستیم. تشخیص این تمایز اولین قدم به سوی انتخاب‌هایی است که تنهایی ما را التیام می‌بخشند، به جای اینکه فقط به طور موقت آن را ساکت کنند. این تفاوت بین نوشیدن آب شور برای رفع تشنگی و یافتن چشمه‌ای از آب شیرین و زلال است. در سفر گیج کننده بزرگ شدن، پسران و دختران اغلب خود را در جزیره‌های جداگانه می‌یابند، حتی با اینکه در همان دریاهای طوفانی احساسات و تمایلات در حال حرکتند. آنها همان جریان‌های قدرتمند تنهایی و شهوت را احساس می‌کنند، اما جامعه نقشه‌های متفاوتی برای نحوه برخورد با آنها به آنها می‌دهد. به پسران اغلب یاد می‌دهند که قوی باشند، احساسات آسیب پذیر خود را سرکوب کنند و میل را به عنوان یک فتح ببینند. آنها یاد می‌گیرند که سردرگمی و نیاز خود به ارتباط را به یک جستجوی تجربه فیزیکی هدایت کنند، اغلب به صورت خصوصی از طریق صفحه‌های نمایش و فانتزی‌هایی که احساسات در آنها اختیاری است. این به یک پیگیری انفرادی تبدیل می‌شود، راهی برای مدیریت فشار بدون نیاز به نشان دادن آسیب پذیری نیاز به کسی. از سوی دیگر به دختران اغلب داستانی متفاوت آموزش داده می‌شود. آنها تشویق می‌شوند که بر عاشقانه و ارتباط عاطفی تمرکز کنند، اما به آنها گفته می‌شود که مراقب باشند از قلب و بدن خود محافظت کنند. تمایلات قدرتمند و خام آنها اغلب به عنوان چیزی برای کنترل یا حتی شرم آور تلقی می شود. بنابراین آنها نیز ممکن است به دنیای خصوصی خود، به دفتر خاطرات، داستانها و رویاهای روزانه پناه ببرند، جایی که می توانند این احساسات را بدون قضاوت بررسی کنند. آنها یاد می گیرند که تمایلات فیزیکی خود را از آرزوهای عاطفی خود جدا کنند. گاهی اوقات باور می کنند که تمایلات آنها اشتباه است یا هیچ کس دیگری نمی تواند آنچه را که آنها تجربه می کنند درک کند. هم پسران و هم دختران در نهایت با قوی ترین احساسات خود تنها می مانند. این جدایی یک شکاف بزرگ در درک ایجاد می کند. به جای اینکه یاد بگیرند در مورد سردرگمی ها و نیازهای مشترکشان با یکدیگر صحبت کنند، سعی می کنند خودشان آن را بفهمند. پسر از صفحه نمایش در مورد میل یاد می گیرد
که به او می‌آموزد صمیمیت یک اجرا بدون شخص است. دختر از زمزمه‌ها و هشدارها در مورد میل یاد می‌گیرد که به او می‌آموزد این یک راز خطرناک است. آنها از یکدیگر یاد نمی‌گیرند. آنها یاد نمی‌گیرند که میل پسر به نزدیکی فیزیکی و میل دختر به صمیمیت عاطفی اغلب دو روی یک سکه هستند. یک نیاز عمیق انسانی برای ارتباط. این عدم ارتباط دیواری بین آنها ایجاد می‌کند. نتیجه دنیایی است که در آن یافتن صمیمیت واقعی دشوارتر می‌شود. وقتی آنها با هم جمع می‌شوند، اغلب به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند. او ممکن است به دنبال نزدیکی فیزیکی باشد تا احساس تایید و ارتباط کند، در حالی که او ممکن است به دنبال مکالمه عاطفی باشد تا احساس امنیت و دیده شدن کند. بدون درک دیدگاه یکدیگر، هر دو می‌توانند در نهایت احساس استفاده شدن، سوء تفاهم و تنهایی بیشتری نسبت به قبل کنند. آنها به جزایر جداگانه خود باز می‌گردند، متقاعد شدند که طرف دیگر هرگز درک نخواهد کرد. این چرخه سوء تفاهم تنهایی آنها را عمیق‌تر می‌کند و نیروی قدرتمند میل را به منبعی از درگیری و درد تبدیل می‌کند، نه پلی به ارتباط و انسانیت مشترک. زندگی در این جزیره‌های جداگانه تنهایی که توسط تمایلات سوء تفاهم شده هدایت می‌شود، می‌تواند به آسیب‌های واقعی و ماندگار منجر شود. این یک راه تنها و خطرناک برای زندگی است. وقتی سعی می‌کنیم این احساسات قدرت را کاملاً به تنهایی مدیریت کنیم، ممکن است در الگوهایی بیفتیم که به ما آسیب می‌رسانند. برای برخی این ممکن است به معنای جستجوی موقعیت‌های پرخطر یا برخوردهای پوچی باشد که لحظه‌ای تسکین می‌دهند، اما زخمی عمیق‌تر از پوچی به جا می‌گذارند. مثل خوردن آب نبات. وقتی از گرسنگی برای یک وعده غذایی واقعی در حال مرگ هستی، به تو یک انفجار سریع انرژی می‌دهد، اما به زودی ضعیفتر از قبل می‌شوی. این مسیر می‌تواند به حس عمیقی از شرم و احساس شکستگی منجر شود که برقراری ارتباط واقعی را حتی دشوارتر می‌کند. خطرات فقط عاطفی نیستند. زندگی‌ای که توسط شهوت کنترل نشده و تنهایی عمیق هدایت می‌شود، می‌تواند به دیدگاهی تحریف شده از دیگران منجر شود. ما شروع می‌کنیم به دیدن دیگران نه به عنوان انسان‌های کامل با احساسات و مبارزات خود، بلکه به عنوان ابزاری برای برآورده کردن نیازهایمان. این یک فاجعه است، زیرا ما را از همان چیزی که بیش از همه آرزویش را داریم محروم می‌کند. صمیمیت واقعی این دنیایی را می‌سازد که در آن مردم از یکدیگر استفاده می‌کنند و ارتباط واقعی به گنجی نادر تبدیل می‌شود. این زندگی‌ای نیست که کسی انتخاب کند، اما زندگی‌ای است که می‌توانیم در آن غرق شویم. وقتی در طوفان‌های خصوصی خود گم شده‌ایم، بیخبر از اینکه دیگران نیز در همان دریا فقط در فاصله کمی گم شدند. اما همیشه امید هست، همیشه راه بازگشتی هست. مسیر بهتر شدن ساده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. نیازی به یک حرکت بزرگ نیست. با یک عمل کوچک شجاعت آغاز می‌شود. شجاعت آسیب پذیر بودن. به معنای یافتن یک نفر، یک دوست مورد اعتماد، یک عضو خانواده، یک مشاور و گفتن حقیقت خود. به معنای گفتن این کلمات است: احساس تنهایی می‌کنم، یا در مورد این احساسات گیج هستم. این یک عمل تنها می‌تواند طلسم انزوا را بشکند. دری را باز می‌کنند و نور را به داخل می‌آورد و اغلب متوجه می‌شوی که فردی که با او صحبت می‌کنی بیشتر از آنچه تصور می‌کردی درک می‌کند. به احتمال زیاد آنها نیز همین احساس را داشتند. این گونه است که ما شروع به ساختن پلی از جزیره خود می‌کنیم. ما همچنین باید یاد بگیریم که دوستان بهتری برای یکدیگر باشیم. باید یاد بگیریم که گوش کنیم. تلفن را کنار بگذارید. وقتی کسی صحبت می‌کند به چشمانش نگاه کنید. از او بپرسید که واقعاً حالش چطور است و منتظر پاسخ واقعی باشید. می‌توانیم حضور خود را به عنوان یک هدیه ارائه دهیم. به جای جستجوی یک راه حل فیزیکی سریع برای تنهایی خود، می‌توانیم به دنبال لحظات مشترک زندگی باشیم. پیاده‌روی در پارک، یک وعده غذایی مشترک، یک گفتگوی آرام. این اعمال ساده ارتباط،
سنگ بنای یک زندگی معنادار هستند. آنها همان چیزی هستند که فضاهای خالی را پر می‌کنند. ما قرار نیست این زندگی را تنها طی کنیم. ما اینجا هستیم تا لنگر یکدیگر در طوفان باشیم. و این یک حقیقت زیبا و امیدوار کننده است.